آلمان سعی کرد از محبوبیتی که نزد ملل شرق داره و با اون نیازهایی که برای استفاده از محبوبیت داشت خواست نهایت استفاده را ببره. در نتیجه اومد روی بخش‌هایی از جامعه ایران به ویژه بخش‌های روشنفکری و ایلات و عشایر سرمایه‌گذاری کرد و سیاست شرقی خود را در ایران بر اساس جلب همکاری و تمایل در مجموع کل ایرانیان و در صورت اخص جلب همکاری نیروهای سیاسی رسمی و عشایر جنوب گرفت. گرایش به آلمان یک واکنش طبیعی از سوی جامعه ایران بود که در برابر حقارت‌هایی که روس و انگلیس طی یک سده گذشته بر ایران تحمیل کرده بودند خودش رو به عنوان یک جریان در جامعه ایران می‌نمایاند. نگاهی به گذشته نشون میداد که در حقیقت سرنوشت ایران به یک رنجنامه‌ای شباهت داشت که روس و انگلیس آن را رقم زده بود. با آغاز جنگ جهانی اول در جبهه‌های اروپا، ایران نیز به علت موقعیت سوق الجیشی خاص خود جایگاه مهمتری در سیاست‌های بین‌المللی به دست آورد. البته این امر هنگامی جلوه بارزتری یافت که دولت عثمانی به نفع آلمان‌ها وارد جنگ شد و آلمانی‌ها نیز سیاست اتحاد با دنیای اسلام را برای مقابله با روس و انگلیس در پیش گرفتند. ایشون اولین کاری که اومد با کشور عثمانی متحد شد و در نتیجه تونست با او قراردادهای اقتصادی و نظامی به وجود بیاره. و چرا؟ برای اینکه امپراتوری عظیم عثمانی بود و میتونست کشورهای اسلامی را بر علیه انگلیس و روسیه بسیج بکنه. اهداف آلمان در جنگ تو ایران وارد کردن ایران در جنگ علیه روس و انگلیسه. بر اساس این سیاست مسلمانان کشورهای ایران، افغانستان و عثمانی با هم متحد می شدند و هدف از آن مقابله با نیروهای انگلیسی در هندوستان و برانگیختن احساسات مردم مسلمان این کشورها بر ضد منافع بریتانیا در منطقه بود. البته سخنرانی ویلهلم دوم امپراتور آلمان و اعلام حمایت او از مسلمانان نیز در راستای همین سیاست بهره برداری از احساسات و در جهت ضربه زدن به منافع امپراتوری بریتانیا بود. علت این که آلمان به کشورهای اسلامی رو آورد این بود که با توجه به اون زمینه مثبتی که عرض کردیم داشته در نزد ملل شرق، میخواست از جنبه مذهبی از موضوعی به نام جهاد در این هماورد جهانی استفاده بکنه. آلمان میدونست که حوزه نفوذ انگلیس کشورهای پرجمعیت اسلامی مثل هندوستان هست که دارای 100 میلیون یا کم و بیش مسلمان هستش که اگه بتونه نظر مثبت اون را جلب کنه که با متحدین باشن یا حداقل بر ضد متحدین نباشن، در جبهه متفقین نباشن، اومد روی این مسئله سرمایه گذاری کرد. به طور مشخص دو روش عمده رو اینها دنبال کردن. یک روش نفوذ بر بدنه بخشی از جریان‌های سیاسی و فرهنگی ایران که به طور مشخص شامل نفوذ بر دموکرات‌ها، یک جریان سیاسی تندرو در ایران، نفوذ بر ایلات و عشایر ایران، تأکید بر سیاست‌های مذهبی و اعلان فتوا در و جهاد و اعلام جهاد علیه روس و انگلیس و تأکید بر نفوذ در ژاندارمری ایران. با شعله‌ور شدن آتش جنگ در اروپا، دولت آلمان که پاشنه آشیل انگلستان را هندوستان تحت اشغال قوای انگلیسی می‌دانست، توجه ویژه‌ای به ایران و افغانستان که کلید فتح هندوستان به شمار می‌آمدند پیدا نمود. همین امر موجب گسیل دسته‌های جاسوسی آلمانی به ایران و افغانستان شد که نبردهای پنهان شبکه‌های جاسوسی قدرت‌ها را با یکدیگر در این منطقه در پی داشت. محور دوم فعالیت‌های
متحدین در ایران تأکید بر فعالیت‌های جاسوسی بود، گسترش شبکه جاسوسی آلمان در ایران. بر اساس نقشه‌هایی که زیمرمن وزیر جنگ آلمان و انور پاشا وزیر جنگ عثمانی کشیده بودند، قرار بود شبکه‌های جاسوسی آلمان و عثمانی در نقاط مختلف ایران منافع روس و انگلیس رو به خطر بندازند. در سیاست شرقی آلمان در ایران می‌بینیم که ماموران آلمانی تقسیم شده میان در مناطق مهم ایران مستقر میشن، در کرمانشاه، در جنوب ایران، در فارس، در کرمان و به ویژه در مرزهای شرقی. از یک طرف هم تلاش آلمانی ها این بود که از این طریق بتونن نفوذشون رو در شرق ایران گسترش بدن که از اون طریق به افغانستان نفوذ پیدا بکنن، حمایت اینها رو هم جلب بکنن که بتونن منافع بریتانیا رو در هندوستان به خطر بندازن که تعداد زیادی از نیروهای آلمانی از طریق کویر به سمت طبس حرکت کردند که مواجه شدند با نیروهای روسی. در این مقطع می‌بینیم که هم نیروهای روسی و هم نیروهای بریتانیا متحد شدند. 1000 نفر از نیروهای روسیه آمدن در قسمت مرزهای شرقی ایران مستقر شدند که اینها مانع حرکت این گروه شدند به سمت شرق و در گیرودارهایی که بین اینها به وجود آمد اینها ناگزیر شدند به سمت کرمان برگردند تا اینکه در دوره بعد نیدرمایر یکی دیگه از جاسوسان کارکشته آلمان تونست خودش رو به افغانستان برسونه. هدف اصلی آلمان ها از این طرح ایجاد خطر و ناامنی در مرزهای هند و احتمالاً تحریک مسلمانان هندی و دیگر مسلمانان منطقه بود تا بدین ترتیب بریتانیا مجبور شود برای حفاظت از منافع خود نیروهایی از جبهه‌های اروپایی خارج سازد و به این منطقه بفرستد. از طرف دیگر اتحاد دولت عثمانی با آلمان موجب میشد که عثمانی‌ها نیروهایی به مناطق مرزی ایران بفرستند تا در این نواحی با سربازان روسی که در غرب ایران مستقر بودند درگیر شوند. بدین ترتیب روس‌ها و انگلیسی‌ها برای حفاظت از منافع خود ناگزیر میبایستی نیروهایی به منطقه اعزام دارند. علاوه بر آن از نظر مالی نیز خساراتی متحمل شوند. مامورینی مثل واسموس یا نیدرمایر و مجموعی از ماموران آلمانی که در ایران حضور دارند یا وسترو، اینها سعی میکنن که اوضاع رو برای فعالیت خودشون و تسهیل و پیشبرد منافع دولت خودشون آماده کنند و اون منافع خودشون رو پیش ببرند. گروه‌هایی به سرپرستی یک مستشار آلمانی به نام نیدرمایر عازم ایران و کشورهای منطقه شدند که از جمله معروفترین آنها میتوان به شونمان، سوگمایر، گریزینگر، واسموس و غیره اشاره نمود. گروه دیگری نیز از سوی آلمانی‌ها به ایران فرستاده شد که تحت رهبری کلاین قرار داشت. وی مأموریت داشت یک خط ارتباطی بین بغداد، افغانستان و هند تشکیل دهد. اولین هدف آنها در این مسیر نابود کردن تأسیسات نفتی انگلیس در اهواز و آبادان و دومین هدف جلب توجه مراجع عالیقدر شیعه در کربلا و نجف بود تا اعلام جهاد نماید. اعزام هیئت‌های دور دیده آلمانی برای انجام مأموریت‌های سیاسی، خرابکاری و نظامی در ایران که مهمترینشون مثلا نیدرمایر، هیئت نیدرمایر که از ایران رفت وارد افغانستان شد و اونجا تونست میخواست از اونجا آشوب و بلوایی به وجود بیاره بر علیه انگلیس، یا زیگمایر و سیلر که از طریق اصفهان و یزد و کرمانشاه به سوی شهرهای شرقی رفتن. واسموس که خودش وابسته سابق آلمان به بوشهر رفت و نقش اون در اشایر بوشهر مشخص هم هست. از جمله گروهی که به اهواز
اعزام شدن به خصوصی گروه کلاین بوده که مأموریت اونها هم انفجار لوله های نفت تأسیسات نفتی بود. جاسوسان آلمانی واقعا یعنی در مورد واسموس، ویلهلم واسموس که به لورنس آلمانی معروفه، در ایران عملیات‌های شگفت‌انگیزی را انجام میده که چرچیل که خودش یکی از اعجوبه‌های عالم سیاست بود، در مورد این شخص میگه که من مهیج‌ترین صحنه‌های جنگ جهانی را در این شخص، در زندگی و اقدامات این شخص میبینم. این شخص بارها در جنوب ایران دستگیر میشه ولی موفق به فرار میشه و کاملا در اون اهداف تعیین شده آلمان ها در جنوب ایران در بین عشایر این موفق میشه، یعنی موفق میشه عشایر جنوب، تنگستانی ها و کلا مقاومت های مردمی را ساماندهی بکنه، به حدی که انگلیس ها را در سالهای اول جنگ جهانی وادار به عقب نشینی میکنه. کار به جای میرسه که کنسول انگلیس در شیراز دستگیر میشه، کنسولگریشون اشغال میشه، باغ‌های سفارت به باغ‌های یا پارک‌ها تبدیل میشه، یعنی اقدامات در این حد انجام میشه و انگلیسی‌ها به این نتیجه میرسن که با اون گزینه‌هایی که تعریف کرده بودن نمیتونن در ایران کاری بکنن. اما با وجود همه این مشکلات، آلمان‌ها توانستند در ایران تا حدی به اهداف خود که همانا سرگرم ساختن روس و انگلیس و کشاندن نیروهایشان به جبهه ایران بود برسند. اگرچه آلمان‌ها موفق نشدند قرارداد اتحادی را با دولت ایران امضا نمایند و این قرارداد فقط در حد مذاکرات باقی ماند و به مرحله عمل نرسید، اما ماموران آلمانی با اقدامات خود در زمینه ترور ماموران متفقین در ایران، تحریک مردم به قیام و شورش، ایجاد نافرمانی در میان افراد ژاندارمری، کارشکنی در کار بانک شاهنشاهی، حمله به بانک‌های متفقین، تحریک ایلات و عشایر به شورش و قیام، برانگیختن احزاب بر ضد روس و انگلیس، موفق شدند قسمت قابل توجهی از نیروهای متفقین را از جبهه‌های دیگر به ایران بکشانند.